بینندگان عزیز و ارجمند شبکه خبر، تصاویری که ملاحظه می‌فرمایید تصاویری است از نخستین تصاویر توقیف دو کشتی متخلف در تنگه هرمز. همینطور که مطلع هستید، نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز صبح دیروز دو فروند کشتی متخلف به نام‌های MSC فرانسسکا متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف اپامینیدس که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند، با اشراف اطلاعاتی رزمندگان این نیرو شناسایی و در راستای احقاق حقوق ملت شریف ایران در تنگه هرمز متوقف کرد. بر اساس اطلاعیه سپاه، این شناورها به منظور بررسی محموله و اسناد و مدارک به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران مجدد تاکید کرده است هر گونه اقدام برای مختل کردن اجرای قوانین اعلامی جمهوری اسلامی ایران برای تردد در تنگه هرمز و نیز فعالیت مغایر عبور ایمن از این آبراه راهبردی به صورت مداوم توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران مورد رصد قرار گرفته و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی انجام می شود.